امروز اومدیم طریقه نصب محافظ ولتاژ جریان رو توی جعبه فیوز بهتون یاد بدیم. خب یکی این که همه جعبه فیوزهای توی خونه معمولا این محافظ جان رو داره. این اسمش محافظ جان یا کلید نشت جریان. حالا این محافظ ما چجوری نصب میشه توی جعبه فیوز؟ خب ببینیم کابل ورودی که میاد روی سر محافظ جان. این محافظ جان ما نوع ترکیبی یعنی RCBO. محافظ جان کابل ورودیش از بالای، خروجی محافظ جان نولش وصل شده به شینه لاندیس. فاز خروجی محافظ جان رفته توی ورودی محافظ ولتاژ و از خروجی محافظ ولتاژ که با سیم قرمز رنگ هست ما آوردیمش توی ورودی فیوزها و این جمپر شده بین بقیه و هر فیوز هم متعلق به یه جاییه. به فرض مثال شما اگر روشنایی دارین خب فیوز مینیاتوریتون میشه 10 آمپر. پریز اگر دارین توی خونه فیوزتون میشه 16 آمپر. اگر واسه در واقع کولر گازی میخوایم بذارین فیوزتون رنجش باید 20 باشه. حالا واسه نصب این محافظ ولتاژ، این محافظ ولتاژ اصلا چی هست و چیکار میکنه؟ ببین خیلی 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 بارها اتفاق افتاده که شما توی خونتون نوسان ولتاژ داشتین، یهو دیدین مثلا لامپتون کم نور شده، یا مثلا دیدین یهو یک دستگاهتون داره صداهای خیلی عجیب میده از داخلش. خب این همش برمیگرده به این ولتاژ، به این نوسان ولتاژ. حالا این محافظ ما چیکار میکنه؟ این محافظی که ما اینجا داریم توی نمایشگر اولش خب ولتاژ به شما نشون میده. الان در همین الان که دارم با شما صحبت میکنم ولتاژ ورودی ما 219. نمایشگر دومش جریان مصرفی رو بهتون نشون میده. بر فرض مثال شما ساعت 12 ظهر میای این محافظ رو نگاه میکنی تو جعبه فیوز، میبینی 23 آمپر داری مصرف میکنی، اوج پیک مصرف. خب میای در واقع مصرف کننده ها تا کمتر میکنی، لامپ هایی که فکر میکنی در واقع مهم نیست یا مثلا اتفاقی خاصی نمیفته اگه خاموش باشه رو خاموش میکنی. این از این. حالا عملکرد این چجوریه؟ عملکرد این محافظ به این صورته که این یک محدوده ولتاژ داره. محدوده ولتاژ این محافظای ما از 195 ولت تنظیم شده تا 245 و اگر از این محدوده خارج بشه خروجیتون قطع میشه. یعنی سرخط فیوز هاتون شما برق ندارین. شاید قبل محافظ جان برق باشه ولی خروجی محافظ ولتاژ شما ولتاژ ندارین.